بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام. آرزومندم که صحتمند و سلامت باشید. فریبا احمدی هستم. در این ویدیو تجربه ای را در رابطه به تشخیص محیط های تیزابی قلوی و خنثی با استفاده از اندیکاتور فینولفتالین اجرا می نمایم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت: کلسیم هیدروکساید، هیدروکلوریک اسید، فینولفتالین، مقداری از آب، 3 عدد تست تیوب، قفسه تست تیوب، پیپت یا قطره چکان و دستکش. روش کار چگونه است؟ در ابتدا در هر 3 تست تیوب مقداری از آب اضافه می کنم. حال در یک از این تست تیوب ها مقداری هیدروکلوریک اسید اضافه می کنم و یک محلول تیزابی آماده می کنم. در تست تیوب دیگر مقداری از کلسیم هیدروکساید اضافه می کنیم و یک محلول قلوی ضعیف تهیه می کنیم. آب که خودش خنثی هست، من حیث محیط خنثی در نظر می گیریم. میبینیم که همه از این تست تیوب ها بیرنگ هست و اگر از قبل خبر نداشته باشیم بناهن تفکیک و تشخیص این که کدامش تیزابی است، کدامش قلوی و کدامش خنثی هست مشکل می باشد. بناهن از اندیکاتور یا معرف ها استفاده می کنیم. معرف ها یا اندیکاتور ها مرکبات عضوی اند که در محیط تیزابی و قلوی تغییر رنگ می دهد که این تغییر رنگ آن در یک محدوده از pH متفاوت می باشد. اندیکاتورها انواع مختلف دارد که من در این فعالیت از اندیکاتور فینولفتالین استفاده می کنم. معرف فینولفتالین که از جمله مرکب عضوی گروپ فتالین هست، من حیث اندیکاتور برای تشخیص و شناسایی مواد و محلول های قلوی با غلظت پایین مورد استفاده قرار می گیرد که در محلول های قلوی با غلظت پایین رنگ ارغوانی را می گیرند، اما در محلول های قلوی با غلظت بالا و همچنین در محیط تیزابی و خنثی بیرنگ می باشد. حال در این تست تیوب ها چند قطره از اندیکاتور فینولفتالین اضافه می کنم. ببینیم که چه اتفاقی می افته. حال دیدیم که اندیکاتور فینولفتالین در تیزاب و همچنین در آب تغییر رنگ را به وجود نیاورد، اما در محلول قلوی با غلظت پایین رنگ ارغوانی را گرفته. امیدوارم که این فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید تا اجرای فعالیت بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.